میگم مثلا همین مساحت سمرقند بخورو در نوعی را خودت کشف کردی ایسا تشکیلش کردی که نیمی تاجیکستان نگوی بخورو 39,000 ای سمرقند 16,000 ای تریتوریاش. خب چرا تو کرمی وقتی که هوای من گابزان سمرقند فقط میگم، هوا وقتی من سمرقند میگم تو گیجا را فکر داری. وقتی من آخه سمرقند سمرقند میگم تو گیجا را فکر داری. مساحت آزیراش آخه گفتین اگه نیم تاجیکستان کامل مراقند وقتی که من در مسئله سمرقند گم میزنم کو، وقتی که من در مسئله سمرقند گم میزنم، من در مسئله عمومی مساحت مراقند سوخت گپ زده ایسم. تو وقتی که همو قدر عقل داری گوگل میزنی میکوی کو، تو وقتی که هدفت گوگل کو، تو واپس قطعی در مسئله تاریخی گپ نزن. تو مسئله پیشوا را گپ زن. پیشوا لعنت کرده الله چخلای پیشوا چخلای نفهمیدم. پیشوای لعنت کرده چخلای رحمانوف لعنت کرده چخلای سوزه سب سوزای سوزه چاریده گشته است پیونه مسته چخلای در گرم بود در جو بود گوش که تو رحمانوف در جو این بود رقم بزنی رحمانوف اون رقم لعنت بزنی کرده در جو و بود نمازو تا نمیخونی تختم مسلمان نگی نمازو تا وقت نمیخونی الله هدایتت کنه همون ختم گوش الحمدلله. با من در پیش تو کو بس مونش بستم تو چی گفتی استای گوش کی اول گپا گوش ته کن. همه رقم بزنی خود نماز نمیخونی کو یا تو ای چی گفتی استای پیش خودت تو گپ تا فهمیدی استای چی گفتی استای ته ختم مسلمان نگیری من ختم قمگون که چی با نمازو تا قضا تو من میکنی دیدای تو من ای پیشم اومده دیدای خسر بچه‌می چی میتو تو خسر بچه‌ای منی اوخ کی من ای پیش خسر اومده بچه یا تمیز ابد این زنگ نظر زد گفتو تمیز همون قمگون که ابد زنگ زد گفتو وقتی کی این زنگ عصر زد شما 10 ساعت مونده یگون بس نماز نمیخونی کو در تو را بین من شما گفتم که ابد زنگ زد گفتت که من حتی نماز در کزن نمیخونم نعوذ میکنی بالله در نمیخونی دکازت غیر 73 منبر مهاجرت گفتی من شما بخونم او یگان خوندگی هستی ایرو تدانی خدو چی منبر 73 ده گفتی که گپ زن من شما میخونم بله شما میخونم او من دیدم در منبر 73 نک یگانش در دیگه ندیدم که بخونی تو نماز من به امی هر افیز جهه ببروی یک چیز یا یقه بسته که گوه سوال که گوش که تو پای یک چیزا مسافر میگن فهمیده سای تو پای گوش کن تو دینا بمبا میفهمی یک چیزا مسافر میگن مسافر حق داره که نماز شما قطعی خفتن جمع تقدیم کنه و جمع تأخیر کنه فهمیده یک آدم پیامبر میگن نامش محمد صلی الله علیه و سلم در سفر برای مسافر اجازه داده است که نماز شام قطعی خفتن میتونه که جمع تأخیر کنه یا جمع تقدیم کنه تو دین من نشان میدی رود رنگ چند روز چنگیز خان مسافر داره تو دین مسافر من چند روز نشان میدی مسافر چی وارو دوام ده مسافر چند روزه تا مسافر نیستی مقیم همو جایی تو نته وقتی من بر 800 خدا قسم کیلومتر ایجای مقیمین سفر میکنم وقتی که من 800 کیلومتر سفر میکنم یه هفته در یک جام یه هفته دیگه در یک جام من مسافر نیستم چی با میگم که وقتی که یک گپ میزنی کو در این مسئلات مرا چی ای که ما بیرون کرده است یگان گپ برای رحمانوف بگو تو با نمازخونی ما چیکار داری تو با نمازخونی ما چیکار داری ما ایت اجازه نه میگیرم خیلی برای مسلمان نمازم در میگی جام خودمو را من بگو برای دین الحمد در جام که خیلی رحمان باشد لعنت در کرده نام الله برنامه پاک نام سبحانه خدا و و تعالی رسول نگی الحمدلله ما ای 5 سالگیم نماز میخونم تو را چروک گفته هستی یا آدمی گفتی گپا مغلی روسیا تو من اسلام فهمونی من تاجیکم تو یا مغلی تو چی من اسلام فهمونی است تو نبره چنگیز خانی چشما تبی رنگ مغلی خونه سوختا تو چی من اسلام فهمونی هیچ وقت مغل تاجیک اسلام نمیفهمونا علی فهمیدی در مغل پیمان شش خداحافظ یگان مغلط نداره من اسلام نفهمون یگان طالب تام اسلام نفهمون من وقتی که من اسلام بدونستم اون طالبات گفت دیگه پس دست راست شنای چپ شنا بشنوتن روی احمد سیاه خاطی مغل پغلت کمان نداره یا اسلام یاد دادستان استغفر الله و اتوب الیه